و بجور برسان از جانب حاجی بریالای موتر فروش 500 افغانی جایزه دارد. تشریف آوری تمام دوستان، علاقمندان و چاپاندازان ولایت بلخ خیر مقدم و خوش آمدید میگویم. خدا کند که روزای عید به خوبی و به خوشی سپری نموده باشین و bayrak برین. چوپاندازان میگن که bayrak نیست، نشده. از پشت bayrak دور خورده بجور برسانیم. از جانب حاجی بریالای موتر فروش 500 افغانی جایزه دارد. از تمام کاریای محترم و بالخصوص از شورای محترم تشریف آوری شد در میدان مصطفی یا کارتی شده خوش آمدید بگید. بیارین گوساله را زیر سو برین. بیارین گوساله را زیر سو برین. پردن گوساله را در زمین پردن. پرد گوساله را در زمین پردن. در زمین است. واردار دیگه زمین جا بجور برسان. از جانب حاجی بریالای موتر فروش 500 افغانی جایزه دارد. برادر خم شو هر چوپاندازی که گوساله را با مهارت خوب از زمین برداشته بجور برسانه از جانب حاجی بریالای موتر فروش 500 افغانی جایزه را نصیب میشه. برادر کش کنید دیگه چوپاندازا. نام خدا برادر کش کنید. نام خدا چوپاندازا را دو چوپانداز را گوساله را در اختیار خود دارند. برادر وار کشکل نمیتر. نام خدا حسین پهلوان فعلا گوساله را در اختیار دارد. حسین پهلوان بجور برسان از جانب حاجی بریالای موتر فروش 500 افغانی جایزه دارد. هنوز هم حسین پهلوان گوساله را در اختیار دارد. در سر جوار چوپاندازی که میکنه شما داده پرده. درست است شفیع خان؟ بیارین گوساله را زیر سفا بیارین. بیارین موسوی حسین پهلوان به سواری اسب انجینیر صاحب موسوی گوساله را با مهارت خوب بجور رساندند که از جانب آقای بریالای موتر فروش 500 افغانی جایزه را نصیب شدند. مدولی گیران 500 افغانی جایزه دارند. هر چوپاندازی که گوساله را از همونجا بجور برسانم از جانب احمد ولی گیران 500 افغانی جایزه دارد.
اندازه بونجا بجر برسان اجل به احمد علی خان گران 500 افغانی جایزه دارد. تشکر از محترم فردین خان زرگر معاون بزکشی ولایت بلخ شریف که پاس بلنگا یک ایدی توفه دادن برش. جهان سپاس از محترم فردین خان زرگر. بجر برسان از جانب احمد علی گران 500 افغانی جایزه دارد. بجر برسان 500 افغانی دارد. از تشریف‌آوری محترم کمیسیون پیلوت و محترم اسرائیل خان پیمان و همراه تمام افسرهای محترم خوش آمدید بگیم. بجر برسان 500 افغانی دارد. طرف احمد علی گران سرشون بگیری شمال بکنه. سرشون بگیری ای خوب برادران. برادران ای خوب. برادران ای خوب. ای خوب برادران. ای خوب برادران. کشت برادران. کشت برادران. کشت برادران. جنجال نکنید بچه ها، جنجال نکنید، جنجال نکنید، جنجال نکنید. او برادر دینی کاشتخانی دینی اقچه‌ای سرور بیا بگم میگم بیایید سرور پلوان، گلبدین پلوان و گلبدین اقچه‌ای. شفاودین پلوان به سواری اسب آیسا سروربای قریشی گسر را بجیر هستند. مستحق جایزه شناخته شدند که جناب آیسا سروربای بین نکنید. از بیرق دور را بجیر برسند. از طرف آیسا سروربای قریشی 1000 افغانی جایزه دارد. مشاور فدراسیون ملی بزکشی آیسا سروربای قریشی 1000 افغانی جایزه ماندن. از بیرق دور را بجیر برسند. مستحق جایزه شناخته میشید. برادروار کش کنید. چاپاندازا رقابت میکنن، رقابت سالم داشته باشید. برادروار کش کنید. بیرق برین از بیرق دور را بجیر برسند. 1000 افغانی جایزه دارد. گلبدین پهلوان خلمی گسر را در اختیار دارد. بیرق برین، بیرق از بیرق دور را برین. از بیرق دور را بجیر برسند. 1000 افغانی. بیرق نشده برادر. از بیرق دور را برین. از بیرق دور را بجیر برسند. 1000 افغانی جایزه دارد. ما چندین بار اعلان کردیم، از شروع اعلان کردیم تا 3 دفعه 4 دفعه اعلان کردیم که بیرق بریم. از بیرق دور را بجیر برسند. از جانب آیسا سروربای قریشی 1000 افغانی جایزه دارد.
bayrak shirak bayrak shirak bajo berasin ajanabi Yusuf Sarvarboy Qurayshi 1000 afg'oniy joiza dora. قرار است فردا هم ساعت 1:30 جالبترین مسابقه بزکشی در میدان ورزشی حاجی مقیم‌بای برگزار گردد که مصارف فردا از جانب شمس‌الحق خان ناصری پرداخت می شود. علاقه‌مندان ورزشی مطلع باشند. شمس‌الحق خان همیشه خدمت ورزشی بجربرسان از جانب یوسف سروربای قریشی مشاور فدراسیونی ملی بزکشی 1000 افغانی جایزه دارد. شمال داده بجربرسان 1000 افغانی جایزه دارد. از جانب یوسف سروربای قریشی 1000 افغانی جایزه مانده شده. بجور برسون مستحق جایزه شناخته میشیم. گوره پلوان گسر را در سازش فعلا رسولش سباول پلوان گسر را در اختیار داشت. برادر بجور برسان از جانب یوسف سروربای قریشی مشاور فدراسیونی ملی بزکشی که تیم ملی بزکشی افغانستان هم در مسابقات کوکبر ازبکستان مقام سوم کسب کرد. به تمام هواداران ورزشی بزکشی مقام سوم تبریک میگیم که در سطح جهان افغانستان مقام سوم کسب کردن مقام کمی نیست. البته بالاثر سعی و تلاش رئیس و اعضای فدراسیون ملی چاپاندازان مالکین از پای بزکشی تجاران ملی البته بالای تیم‌های بزکشی افغانستان مصارف زیاد خرج کردن از همهشان جهان سپاس و امتنان میکنیم. رسول پالان فعلا گستره را در اختیار دارد. بجور برسان از جانب یوسف سروربای قریشی مشاور فدراسیونی ملی بزکشی 1000 افغانی جایزه دارد. برادروار کشکاری چاپاندازا صبحان بزکشی است، حوصله داشته باشین در مقابل برد و باختتان. با افتخار تیم ملی بزکشی افغانستان که تیم افغانستان در خارج کشور برای انجام مسابقات رفتن 4 برد و 1 باخت کردن و به مقام سوم دست یافتند. با مناسبت همین پیروزی
شمس خان ناصری قرار است فردا مسابقات به افتخار تیم ملی بزکشی افغانستان مسابقات راه اندازی کنند. قابل توجه قرار است فردا جالب‌ترین مسابقات بزکشی برگزار می‌شود. مطالب آن از طرف شمس خان ناصری برگزار می‌شود در افتخار تیم ملی بزکشی افغانستان. تشکر تمام تماشاچیان چندمره همگان خدمت آقای دزدگان. افتخار ما داشتای میادم قلمات رسول پلوان هنوز هم گساره را در اختیار دارد. برادر تشکیل دیگه چاپاندازا فقط رقابت سالم داشته باشین. چاپاندازا رقابت های سالم داشته باشین. برادر تشکیل دستر جوار چاپاندازی که میکنه شمال داده پردن. دستر جوار کسی که رسول پلوان میکنه شمال بتن. شمال بتی برادر. سرور پلوان فعلا گساره را در اختیار داره. سرور پلوان است. سرور پلوان فعلا گساره را در اختیار داره. برادر تشکیل رقابت سالم داشته باشین. نام خدا چاپاندازا هنوز هم سرور پلوان گساره را در اختیار دارد. برادر کش کنیم. هر چاپاندازی که از سرور پلوان میکنه شمال داده پردن. شمال داده پردن. هر چاپاندازی که از سرور پلوان میکنه شمال داده پردن. ماشاءالله این مدور معاون صاحبان متوجه باشن. شفیق جان سنگچاره که اکمی مسابقه ما از بزکشی نظارت کنیم ببینیم که هیچ کس خلاف رفتاری در داخل میدان نکنن. فقط برادروار کش کنین. رقابت سالم داشته باشین. فقط گسله یک دیگر کش کنین. سایسار هم چیز نکنن. مداخله نکنن. باید که چاپاندازا رقابت کنن بین خود. بجود از موالین بزکشی دیگه کس مداخله در امور بزکشی نکنن. از تمام صمیمانه خواهش میکنیم که ماجرا را خلق نکنین. جنجال خلق نکنین. بزکشی مزار را خراب نکنین. خواهش ما از تمام بایا چاپاندازا همی است که بزکشی مزار را خراب نکنین. این شوق همینطور نگاه کنین. رقابت سالم کنین. هر چاپاندازی که به زور بازی خود گساره را به جور برسانه از جانب آقای صاحب سروربای قریشی مشاور فدراسیون ملی بزکشی افغانستان 1000 افغانی جایزه دارد. از جانب آقای صاحب سروربای قریشی مشاور فدراسیون ملی بزکشی افغانستان 1000 افغانی جایزه مانند. البته پیسه آقای صاحب هر کس گرفته نمیکنه. در مقابل توی ملی بازار سال نشده امروز افتخارتان بود. بزکشی دنیا شروع شد. بعد نشود بیجا نشده برادروار چاپاندازا برادروار تشکیل فقط رقابت های سالم بین خود داشته باشین. خشونت نکنین. برادروار بزکشی کنین. فردا هم جالبترین مسابقه بزکشی به افتخار تیم ملی بزکشی افغانستان از جانب شمس خان ناصری مسابقات بزکشی مصارفش پرداخت میشه. علاقمندان ورزش بزکشی مطلع باشند.
صبور پالوان گفتار در اختیار دارد بجور برسون 1000 افغانی جایزه دارد کفاودین پالوان گستر را در اختیار دارد Hey brother, hey, हमारा रोज नजर नहीं रहा है, कौन दो बरस? از جانب آقای سرور بای قریشی مشاور فدراسیونی ملی بزکشی 1000 و از طرف عبدالقهار ویلینگار هم 500 افغانی جایزه دارد 1500 افغانی شده چاپاندازا بجر برسان 1500 افغانی جایزه دارد از جانب آقای سرور بای قریشی و عبدالقهار ویلینگار 1500 افغانی جایزه دارد بجر برسان مستحق جایزه شناخته میشید متوجه من باشن دیگه تماشا کیا برای شما سلام علیکم و رحمت الله و برکاته شما مولا سریگا تشریف آوری مولا شیخ فیاض ولسوالی نریچای را در میدان
ورزشی آجی میکنیم با خیر مقدم و خوش آمدید میگیم. بجور برسون 1000 افغانی از طرف آقای صاحب سروربای قریشی مشاور فدراسیون ملی و 500 افغانی از طرف عبدالقهار ویرینکار. 1500 افغانی جایزه دارد. از این مالا پلوان گسله را در اختیار دارد. گسله به زمین است. برادر و خمشو بجور برسون 1500 افغانی جایزه دارد. حسین پلوان فعلا گسله را در اختیار دارد. حسین پلوان فعلا گسله را در اختیار خود دارد. برادر و بجور برسون از جانب آقای صاحب سروربای قریشی 1000 افغانی و از طرف عبدالقهار ویرینکار 500 افغانی جایزه دارد. انوار پهلوان فعلا گسله را در اختیار خود دارد. انوار پهلوان است. ببینیم که انوار پهلوان دم راست است، میتونه این گسله را به ثمر برسانه یا خیر. انوار پهلوان عضو تیم منتخب ولایت بلخ هستند. انوار پهلوان دفاع تیم منتخب بلخ در لیگ دور همین سال دور هفتم دور لیگ هفتم بزکشی انوار پهلوان دفاع تیم بلخ بودند. بجور برسان 1500 افغانی جایزه دارد. بازم گلبدین پهلوان خلمی نقیب الله پهلوان است. نجیب پهلوان است. نجیب الله پهلوان است. گسله را در اختیار دارد. نجیب الله پهلوان بلخی. برادروار بجور برسان 1500 افغانی جایزه دارد. برادروار جنجال نکنین، برادرها جنجال نکنین، فقط گسله یک دیگر کش کنین. کسی حق نداره سر کسی قمچین بالا کنه. بیارین گسله را بیارین، گسله که نزدیک جور باشه ویسال کنین، بیارین گسله را زیر سپا برن. جنجال نکنین، جنجال نکنین برادرها، جنجال نکنین، بسکشی را خراب نکنین دیگر. برادرها جنجال میکنیم، بسکشی رو ختم میکنیم. بسکشی ختم است برادرها، بسکشی ختم است.
یا اینجا تا سر کالیش مایدان و غیره خوشدار بکنیم اگر نه که بیادر جنگی نشید وارد بیتون میای نفره کلی بکنیم اوچی میای که خانم گلگودین دیره تا اونجا سچید حالی بردی نشید بکنیم نفره کلی جنجال نکنید برادرها او برادرها شما خیلی در پیش روی کلگی جنجال خلق میکنید بزکشی رو خوش ندارید البته که بزکشی سیاه دیگه شما به خاطر جنگ آمدین اینجا کلان آدم هستین طریب از یک دیگر کمچین بزنید پهلوان های عزیز بزکشی اگر میکنیم بزکشی کنیم اگر نمیکنیم بری خلاص بری چاپاندازا اگر میخواین که بزکشی شوه خوب برادروار بزکشی کنین هر چاپاندازی که گسره از اینجا به جور برسانه 1500 افغانی اجازه داره معاونین بزکشی شفیق سنگچارکی و آمسر طیب مسئولین برگزاری مسابقات هستند صحیح است؟ ده بله از این مالا پهلوان به سواری اسبی کی است؟ اقبال صافیس حاجی ولی دادا بجور برسون جناب مسیح سلطان زاده 1000 افغانی اجازه داره برو bayrak برو از bayrak دادا بجور برسون از طرف مسیح سلطان زاده 1000 افغانی اجازه داره دیوان سلطان زاده رو برو دیگه تا تو کار
مسعود اینجا به مسعود بجور برسان از جانب مسیح سلطان زاده 1000 افغانی جایزه دارد. حاجی ذکریا پهلوان گوساله را در اختیار دارد. از این محله پهلوان پس سواری اسب حاجی ولی بزاز گوساله را بجور رسان که از جانب حاجی سروربای قریشی 1000 افغانی از طرف عبدالقهار ویلینکار 500 افغانی جایزه برش داده شده. گلبدین پهلوان خلمی گوساله را در اختیار دارد. بجور برسان از جانب مسیح سلطان زاده 1000 افغانی جایزه دارد. برادروار بجور برسان از جانب مسیح سلطان زاده 1000 افغانی جایزه دارد. هر چاپاندازی که از گلبدین پهلوان میکنه شمال داده بجور برسان. دستر جور هر چاپاندازی که از گلبدین پهلوان میکنه شمال داده پرتا. گلبدین پهلوان خلمی گوساله را در اختیار دارد. دارین گوساله را زیر اسما برن. دارین گوساله را زیر اسما برن. دارین جور نشدن دیگه. دارین گوساله را زیر اسما برن. نه bayrak şurada. الان نشد از همینجا جور هستن. از همینجا بجور برسان از جانب مسیح سلطان زاده 1000 افغانی جایزه دارد. از جانب خالد سلطان زاده 1000 افغانی جایزه دارد. هر چاپاندازی که گوساله را بجور برسانه از جانب خالد سلطان زاده 1000 افغانی جایزه دارد. برادروار کش کنید دیگه چاپاندازهای گوساله یک دیگر کش کنید. از جانب خالد سلطان زاده 1000 افغانی جایزه دارد. میرسیم بخیر. از جانب خالد جان سلطان زاده 1000 افغانی جایزه دارد. گوساله به زمین است. برادروار خمشو بجور برسان از جانب خالد جان سلطان زاده 1000 افغانی جایزه دارد. نام خدا چاپاندازا را نیزی که جور است دیگه رو بروی جیره بزن. نیزی که جور استیه ماشالله چاپاندازا برادروار کش کنید دیگه. سعیسته ماشالله ماشالله. این نام خدا انصاری صاحب دیگه رولا انصاری به سواری اسب حاجی صاحب عتیق
انصاری گسترده را با مورد خوب بجی رسان مستحق جایزه شناخته شدند. پاندازی که گسترده را از بیرق در داده به جور برسانه از جانب سید بهرام سلطانزاده 1000 افغانی جایزه را نصیب میشه. هر برادر قمچی پیدا کنه باشه بیاره بده. قمچی پیدا کنه که بیاره بده. هر برادر قمچی پیدا کنه باشه بیاره بده. خوب بگه خراب بگه. هر برادر قمچی پیدا کنه. کفایت پلوان کفایت پلوان گسترده کفایت الله پلوان گسترده در اختیار دارد. ماشاءالله شپاندازه را به جور برسان از جانب سید بهرام سلطانزاده 1000 افغانی جایزه دارد. نجیب الله پهلوان گسترده در اختیار دارد. نجیب الله پهلوان کپتان تیمی بزکشی سر پل فعلا گسترده در اختیار خود دارد. بجور برسان از جانب سید بهرام سلطانزاده 1000 افغانی جایزه دارد. رقابت ها امروز بسیار جدی است. چاپاندازا خیلی تلاش میکنند. بازم گلبدین پهلوان خلمی گلبدین پهلوان خلمی گسترده در اختیار دارد. گسترده به زمین است. گسترده به زمین است. برادران خم شو با جور برسان از جانب سید بهرام سلطانزاده 1000 افغانی جایزه دارد. برادرایی که در روی میدان هستند لطفاً برین که بلندانا بشینید زیر پای اسب میشین افگار میشین. برین برادرها روی میدان ایستاد نشین که از فهمت خود گرفته نمیتونین میزنیتون افگار میشین. با دو وقت باید پشیمانی سود نداره. در روی میدان لطفاً نباشین. بجور برسان از جانب سید بهرام سلطانزاده 1000 افغانی جایزه دارد. ماشاءالله حسین پهلوان بود که با مهارت خوب گسترده بجور رسانده. اسبی کی است حسین پهلوان؟ موتر فروش شنام داره. اینه بده میروید اینه. نوم یک زرگک. یک زرگک. بیا. کی؟ استاد واحد؟ خوجه واحد. حسین پهلوان به سواری اسب خوجه واحد موتر فروش گسترده را با مهارت خوب بجور رسان مستحق جایزه شناخته شدند. Acompanha com essa viraça aí, بجور برسان از جانب آقای صاحب علم بزاز 500 افغانی جایزه دارد. بیرق برین چاپاندازا بیرق نشده. بیرق نشده. چاپاندازا بیرق نشده. از بیرق در بده بجور برسان 500 افغانی جایزه دارد. بیرق برین چاپاندازا بیرق.
bayrak göre paran. Bayrak burun bayrak. Az bayrak da orada bayrak. Bayrak mükemmel davranıyor. Aynı savunma bayrak davranıyor. Bayrak mükemmel davranıyor. Nazım Maydani Müstaki Baramara Aslanım. Hakkımı Mustafa Kozan var Savaşlarım. Mesela Muhammad Kozan'ın Nazım Baydani Aslanım. Ahmet Kuyu'da İşrafat Baramara Hatta Bandar Çiğki Baramara Sayın Sarı'nın Baramara Baramara شالا چوپاندازا برادران بجور برسون 500 افغانی جایزه داره دسر جرار چوپاندازی که میکنه شمال داده پردن bayrak نشده؟ bayrak ببین چوپاندازا bayrak نشده فیصله یکما و مومنین بزکشی است bayrak نشده بریم bayrak بریم از bayrak دار داده بجر برسون 1000 افغانی جایزه داره bayrak بریم bayrak نجیب پلوان bayrak بریم عبدالوهاب پلوان bayrak بریم از bayrak دار داده بجر برسون اجل به آیسد علم بازاز 1000 افغانی جایزه داره هر چوپاندازی که گوسفند از اینجا بجر برسانه جناب یوسف علم بازاز 1000 افغانی جایزه داره بریم برادرها در روی میدان نباشین دیگه برادرها بستشی کنین چوپاندازا رقابت های سالم داشته باشین در بین خود عریفتان کش کنین گوساله کش کنین با هم محبت داشته باشین رقابت سالم داشته باشین در داخل میدان با خشونت رفتار نکنین فقط هر چوپانداز به زور بازی خود گوساله را به جور برسانه جلوکش پاشیزین ریسمان تیر کردن فاول است ببینیم که کدام چوپاندازی گوساله را به ثمر خود رساند نیروی امنیت دیگر حوزه اول امنیت متوجه باشین یاران بزرگ همچنان تشکری میکنم از حوزه اولی امنیتی که به خاطر امنیت میدان بزکشی با ما همکاری میکنند جناب یوسف علم بازاز 1000 افغانی جایزه دارد
پول هستم که به مهارت خوب گسل را بجور رسانم. اسب سلطان زاده هستم؟ نجیب الله پهلوان به سواری اسب سلطان زاده صاحب گسل را به مهارت خوب بجور رسان مستحق جایزه شناخته شدند. از بیرق در داده بجور برسان از جانب محمد منصور 1000 افغانی جایزه دارد. از جان 1000 افغانی جایزه را نصیب میشه. ماشاءالله چوپاندازه برادروار کش کنید. عبدالوهاب پهلوان گسل را در اختیار دارد. عبدالوهاب پهلوان و رسول پهلوان گسل را در اختیار دارد. ماشاءالله چوپاندازه را اینطور کش کنین در تقییم خود بگیرین، گسل را در اختیار خود بگیرین، فقط رقابت سالم داشته باشین. صبور پهلوان مالا پهلوان است، گورای پهلوان ها گورای ماشاءالله چوپاندازه ماشاءالله. گورای پهلوان برادر نجیب پهلوان است که فعلا گسل را در اختیار خود دارد. هنوز هم گسل را در اختیار گورای پهلوان است، برادر خود نجیب الله پهلوان. صافی جان سعی کنیم صحیح است. ماشاءالله اسب کی گورای پهلوان به سواری اسب الحاج غلام محمد علاقی گسل را به مهارت خوب بجور رسان مستحق جایزه شناخته شدند. ما گورای از بیرق در داده بجور برسان از جانب افغانی جایزه دارد. حاجی زکریا پهلوان گسل را در اختیار دارد. بجور برسان از جانب نثار ابراهیم زاده 1000 افغانی جایزه دارد. هر چوپاندازی که گسل را از اینجا بجور برسانند از جانب نثار ابراهیم زاده 1000 افغانی جایزه دارد. گل حسین پهلوان گسل را در اختیار دارد.
نمانش نمانش کنم اتام حرمت پدرش تو نمانش نوار داری چپندازم نه خیر یک دو جیبه نگیم شفاودین پهلوان به سواری اسب آقای صاحب سروردای قریشی گساره را به جیر رساند مستحق جایزه شناخته شدند. پر تو از همینجا همون طرف ببره از همونجا جور میگم ماهی صاحب 1000 افغانی جایزه داره. سر چیز بیار بیا پیش ماست شفاودین پهلوان به سوالی از صاحب سروربای قریشی گوساله را به داری علال دستان مستحق جایزه شفاودین پهلوان شناخته شد که از طرف صاحب سروربای قریشی تشکر شفاودین پهلوان که شفاودین پهلوان بوزکشی هم اینجا از سوال آخر نشده دیگه بوزکشی از سوال آخر نشده خلاص نشده نه سوال خلاص نشده لحظه پیشتر شفاودین پهلوان به سواری اسب آقای صاحب سروربای قریشی مشاور فدراسیون ملی بوزکشی افغانستان گساره را با مهارت خوب به جای رساند که از جانب آقای صاحب سروربای قریشی 1000 افغانی برای شفاودین پهلوان هم بخشش داده شد. به جور برسان از جانب حبیب زرگر 1000 افغانی جایزه دارد. هر چپاندازی که گساره را هر چپاندازی که گساره را به جور برسانه از جانب حبیب زرگر 1000 افغانی جایزه دارد. تو کجاسی؟ تو کجاسی؟ قابل توجه علاقمندان ورزش بوزکشی به خاطر پیروزی تیم ملی بوزکشی افغانستان با محترم شخص آخر نوزیدی جهانی که پرسکر مسارت کار داره پیروزی تیم ملی بوزکشی افغانستان محترم شخص آخر از جانب حبیب خان زرگر 1000 افغانی جایزه دارد که فاودین پهلوان گساره را در اختیار دارد. به جور برسان از جانب حبیب خان زرگر 1000 افغانی جایزه را نصیب میشه.